كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. درس از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه‌الله. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. درس 13 پیمان بندگان با خدا. أخرج ذرية آدم عليه السلام من صلبه على صور الذر فجعلهم عقلاء فخاطبهم وأمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفر فأقروا له بالربوبية فكان ذلك منهم إيمانا فهم يولدون على تلك الفطرة ومن كفر بعد ذلك فقد بدل وغير ومن آمن وصدق فقد ثبت عليه ودام. نسل و ذریت آدم علیه السلام را به شکل ذره ها از پشت ایشان بیرون آورد و سپس به آنان نعمت عقل عنایت فرمود. آنگاه آنها را مخاطب قرار داد و امر و نهی فرمود. پس همه به ربوبیت او تعالی اقرار کردند. این اقرار آنها ایمان بود. همه فرزندان آدم علیه السلام بر این فطرت سالم متولد می شوند. کسی که از این پس کافر شود در واقع عهد و میثاق خود را شکسته و آن را تغییر و تبدیل داده است و هر کسی که ایمان بیارد و تصدیق کند در حقیقت بر همان عهد و پیمان اولین خود ثابت مانده و آن را ادامه داده است و خارج کرد ذریت آدم علیه السلام را که می آید طبقه بعد طبقه تا روز قیامت از کمر و پشت او و از پشت و کمر فرزندانش به صورت مورچه میده، بعض آنها سفید و بعض آنها سیاه و آنها پریشان گشته، بعضی در طرف راست و بعضی در طرف چپ آدم علیه السلام جای گرفتند. پس گردانید آنها را صاحبان عقل و فراست بر نفسهای خود، آنها را بر خودشان و همچنین ملائکه ها را شاهد گرفت و به آنها خطاب کرده گفت او تعالی: آیا نیستم من پروردگار شما؟ گفتند آن عالم ارواح که بله، یعنی پروردگار ما هستی. بعد این الله تعالی آنها را امر به احسان و ایمان نمود و از کفر و کفران نعمتهایش نهی کرد. آنها باشند به رب بودن الله تعالی و به بنده بودن خودشان اقرار می کردند که گفتند بله. پس همین اقرارشان در عالم ارواح ایمان حقیقی یا حکمی است. انسان به همین ایمان فطری تولد می یابد. شنونده عزیز، بدان که عالمان در تفسیر سوره اعراف آیت 172 می گویند که خداوند پیش از آفریدن این زمین همه ای روح‌های انسان‌هایی که بودند و حاضر هستند و می آیند خلق کرد و از آنها بپرسید که آیا من پروردگار شما نیستم؟ آنها در جواب گفتند که بله، ما گواهی می دهیم، ما عهد می دهیم که تو پروردگار ما هستی. این را ایمان فطری گویند که همه بندگان از این برخوردارند. عهد میثاق به کتاب و سنت ثابت است. نگرید به سوره اعراف آیت 172. این چونین حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، یعنی همه تولد شدگان در فطرت اسلام تولد می شوند. ملا علی قاری می گوید شخصی به بلاغت رسد و به او دعوت اسلام نرسید، نه ایمان را صفت کرده می تواند و نه کفر را، و به چیز اعتقاد ندارد که او ضد ایمان باشد یا موافق ایمان باشد، چنین شخص معذور است. اگر کفر را صفت کند و اعتقاد داشته باشد به آن، یا اعتقاد کفر دارد و صفت کرده نمی تواند،
چنین شخص عذردار نیست، او از اهل نار است و آنجا ابدی ماند. و شخص کافر شود بعد ایمان میثاقی یعنی ایمان فطری، بس به تحقیق بدل کرده است ایمان فطری را که عطا شده بود به او به کفر کسبی، یعنی کفر را خود او کسب کرد. و شخص ظاهر کند ایمانش را و تصدیق کند به این طریقه که ایمان زبانیش مطابق ایمان قلبیش باشد، پس چنین شخص ثابت و استوار مانده است بر ایمانش و بر دینش که اصلی است و برقرار مانده است به ایمان فطری اولش و دوام داده است آن را به اجرای اسلامش. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب الیک. با همین درس امروزه را به آخر میرسانیم. منتظر درس‌های آینده باشید و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.